ما مردم که به شکار میاییم مگر پرنده و خزنده به پیش ما پر نزنه. به جیرم که شده شکار خور میکنه. بیا آمده برای ما آدم میگه تو چرا تازی باغچه میگردی؟ به جلو کاکی بفوک تمام این باغچه به خدمت کاکی بفوکه. آها پدرا ایتنیه که اوته باشه. چرا به تا باغچه میگردی؟ ما مردم فرق میکنه کار ما. کی میتونه جلو ما مردم رو چرخ بده؟ آها پدرا. چه کار جوان؟ کاکه جوان بیا خرابتی چی گپه؟ اجازه باشه کاکه جان. هیچی نمونده که بگیرم خودم چنگولا خوشک رو دایر بده کنم. نه بابا کاکه. سلام علیکم مونده نماشه. و علیکم. اجازه باشه کاکه بیا. بیا جوان بیا. خاطر به پیش شما هر کس میای میگرم اجازه گیره. بیا جوان خرابتی. بله سلام علیکم کاکه. و علیکم خیریته؟ جور باشه. مرد که گریه نمیکنه. نه چرا گریه میکنی؟ نه کاکه جان اشتباه کردم. نه گریه نمیکنم من. اشتنم کاکه. شکر زنده بشی. سلامت باشین. اشتنم مادر و چاق والده. خوبم شکر. سلامت باشین کاکه جان. چی گپای کاکه؟ خیر و خیریت بگو چی گپه چی کار شده؟ هیچ کار نشده کاکه. خودی کسمه جنگ کردی که با تو شکم براده کنم. نه کاکه چشم خود ابلغ نکنه مثل چشم گوسالگی وری که خیلی میترسم کاکه. اشتنم کاکه جان. شکر زنده بشی. سلامت باشه. من میگم کاکی پوفک نوم دنگ کی کاکه جلوی شما چرخ داده بده؟ چی بیا آمده میگه تو تهذیب باغچه چه کار میکنی؟ اشتباه میکنه. پدر ما مردم فرق میکنه کار ما. میفهم کاکه ما به هر جا بری جلوی ما کس چخ داره نمیتونه پدر. کاکه جوان. کاکه چی گپای کاکه جان؟ یعنی چی نمیدونی که خودم چنگولا خورو داره به تو بدر کنم اونجا آخر من راست میگم کاکه میفهم من کاکه. پدر از ما مردم میتونی بیخیریه. آفرین میفهم کاکه. خیره. آشغاله بگو مشکل تو چیه؟ خودی کسمه جنگ کردی که برم با تور شکم براده کنم. نه کاکه نه میمرو میبینم احساب شما خراب جرأت نمیکنم بگم کاکه. ما مردم قلق ما میتونه بگو گپ خو بگو چی گپه؟ کاکه جان بگو. اعصاب امرو خرابه کاکه دیگه روزا میخندیدیم کاکه. اعصاب به خاطر همین خرابه که بیام جلوی ما مردم چرخ بده. اشتباه کرده جلوی کاکی پوفک. تانگ نمیتونه جلوی کاکر بگیره. خیر بینی میتونه. نه جوان خرابتی. کاکه جان بگو. من پیار مری کردن گفتم برو من پیش کاکه برو همین مشکل کاکه رای حل به دستتون میده. هر کاری که کردیم نشد. فقط پیار من گفتم برو پیش کاکه که او آدم فهمیدیه. او به حساب تاشوم همی تا فکر میکنه که داستانا چی رقم پیاده کنه. او به تو راه و چای یاد میده مشکل ما حل میشه. حالا بیا اومدم که بگو چی مشکل داری؟ ما مردم به خدمتتونه. خودی کسمه جنگ کردی؟ نه. جنجال کردی؟ نه چی مشکله بگو که ما مردم میفهمی که به خدمت همین رفقای. زنده باشین. پدرا. سلامت باشین پدرا. کاکه جان ما دست بگم. بگو دیگه. کاکه ما دست قوما خو خیلی بعذابه. چرا تو رو میزنه؟ نه گپ بعد به تو گفتم. نه کاکه جان نه. شما فقط اعصاب خود خراب نکنین. نه بگو که ما برو به تو شکم براده کنم. نه کاکه نه. انا دست اینا خیلی بعذابیم کاکه. چی عذابی داری؟ چه کاره؟ اینا کاکه خدا به هیچ انسان غم نده. الهی شادی بده. بیشه هم تا که میایم کاکه امرو که مثلا عروسی مثلا 5 شو عروسی برار ما بمونده یا عروسی پیار ما 5 شو بمونده. بفهمیدین؟ همه تا میایم خورد و کلون قوم و خش جل و پسته خور عوار میکنم. اصلا نه گوشت گو میخورم. بفهمیدیم نه هم گوشت مرغ. فقط میگم با ما گوشت تشکات بیار. انا میتا بعذابه. گفتمانان می رای حل چیه؟ ما چکار کنیم که اینا دیگه نیایم کاکه. در و در شدیم کاکه. موشا خونیم و گوشنگی هم حال دومورو خواه. بفهمیدین؟ خب تو حال صبر کن. بسیار میکنم کارتو. خب همین مشکل تو که دیگه هم از امیر رفقام و مردم دیشت. میفهمی؟ بله. چه کار کو؟ رای حل به دست. رای حل من به دست تو میدم. ما مردم با دروغ اسممون کاکه نگذاشتم پدرا. میفهم تا پینال شما نوشته. گپ بزن که می قوماتو اینا پول دارم یا غریبم؟ کاکا جان خیر بینیم که می گپ بپرسیدیم.
امی قوما من کاک آدما پولداری هم هستم آدما ناداری هم هستم. یعنی نسبی نادار نسبی پولدار؟ خیر بینیم. خب این که رای کاری نداره جوان. بله. میفهمی چیکار کو؟ چه کار کنم؟ همین قوماتو که پول داره. بله یا. برو یک 30,000 40,000 50,000 هر چی که توان تو شد. خیر بینیم. 30,000 بیشتر نه. ها. یک 30,000 از اون پول قرض کو. خب. از این قوما پول دار خو. خب. بعدی به این قوما غریب خو. کاکه این قوما که 30,000 پول قرض کنم اینا دیگه نال سر پای نوا میشه همیشه میایم. تو بگذار که ما مردم گپ خو خلاص کنیم با تو گپ زد پدرا. نه درسته پدرا. درسته پدرا. 30,000 پر بدی به قوما غریب خو. بله یا. بفهمیدی؟ بله یا. بعد از چه کار میشه؟ این آدمی که پول از او قرض کردی دیگه به خونت نمیاد که میشه که دوباره از او قرض کنی. قوما پول دار تو. آفرین کاکه. چی رقمه؟ جان تو کاکه. با دروغ ما مردم کاکه نشدیم پدرا. راست میگی پدرا. جوا. خب دیگه. بفهمیدی؟ این قومایی که قریب بودن پول به اینا به قرض دادی اینا دیگه نمیان که میشه تو پولا خور از اینا بستینی پدرا. چی رقمو؟ نوش جان کاکه. نوش جان کاکه. ما مردم با دروغ کاکه نشدیم. انال میرم از هم قوما خان خوب پولدارا 30,000 پول قرض میکنم میدم به می قوما نادار. قوم خان دیگه نمیاد که میگه میشه گله قرض کنه. قوم نادار هم نمیاد که میشه پولا خور طلب کنه. خدای من تو نگیره. چی رقمو؟ کاکه دیگه من برفتم. برو بیخواه. رایل لمینه ها. میگو حال مشکل تو ما مردم حل کردیم تو دیگه با ما هیچ کاری نمیکنی. خدمتیم کاکه. بفرما. فهمی دل ما ترقیدی پدرا یک 4 بیتی با ما بخونم اینجا دیگه. آی شبی ای دست و ای جانان ایمه دل آرامی شده مانند زندان خانه ایمه کاک جون. آخ جان بگو به دستی خوب میدی روان کو تسلا شد دل دیوانه ایمه هی نازنینو خدا قسمت کنه یک بار دیگه کاکر ببینو. یانه بر دل ما رو وا کردی. خدایی همی که ما مشکل تو رو حل کردیم تو هم رنجا ما رو گل کردی پدرا. برو خدا یاره. خدا حافظ کاکر. ببین خانم اگه من امروز برات تو نمی آمدم یک 5-6 روز دیگه هم نیستیدی. آدم میره به سراغ خالق و میره 1 شو 2 شو ایلا 3 شو میسته که 8 شو تو برفتی و خونه از اونو بستیدی. وقتی گروه میاد رفته اینجا بخوری اون استقام کی مکانسه بینو از هفته بیشتر به زمان شروع شد درس میگم استقام کی گفتیم چی ما به زونا کار نداریم آخه خونه و زندگی می پول و پلم همه یله تو ور میخزی میری به همین شرایط خراب یک کسی از اون دوال خور پی بندازه ابرو آدم میره میگه به سرا فلانی هنه دزدم. خیلی دیگه بیگونه کنم خونه خالی بگم. مقصد خانم جان از این به هر جا که میری کمتر بسته 1 شو 2 شو 3 شو گفتم. عباس اما عباس رای که در سر رو واکنه تا کینه سکا عباس کی در سر خوبه یا الله بفرمایید. سلام الله. بفرمایید. چی عجب جلو خوب بوده کردم آدم میره خیلی وقت میشه نمودی کجا بودی؟ دیگه این بری دیگه ولد لقمه نونه چی کار کنیم دیگه چی گفای خدا جان شما خوبه دیگه این پیش کاکا خوبه بله سلام علیکم منده نباشی سلام چیار داری بخیر سلامتی گلک جان زنده باشی شکر زنده بشی چی گپوه شکر فضل خدا چی عجب چی گپایه قراری اطراف شما خیریته شکر زنده باشی همگی خوب بودم الهی شکر سلامت باشه خوب پیار من به شما سلام میگفتم
و علیکم. پیار ما به شما سلام بگفتم انا گفتم برو انا پیش باجیمه انا چیز کنیم چی گفتم ها یک 30,000 پول حیات ما بله عزیزم یک 30,000 پول داریم با ما بدیم به خاطر که ما انا به کار داریم. باور کنیم پول حالا به دسترس خب من ندارم، چون میفهم شرایط خراب، پول نگادشتن به خونه هم خوب نیه. بازم یک 30,000 پولی به خونه دارم، ماستم برای عباس موتور بخرم. پیار من گفتم 30,000. یعنی همون 30,000 خیره برای شما میدم، ازی که برای از این موتور بخرم امور میدم برای شما. باز هر وقت پولار دادیم برای از این موتور میخرم. چی فرق میکنه عباس جان؟ موتور نیست این حالا نیستم، کار از اینا فرض داره. بعد از وقتی یک ماه بعد پیار ما میدم. یک ماه بعد تا یک ماه خلاص مونه، یعنی موترها همه به خدمت تو قرار بمین. برو با مکتب پیبری بر برو. عباس جان برو همون 30,000 هم مادر خوب بستون بیار بده دست لالگی لک بباره بده به پیار خوب بده. کار از این مسلمان هم بچله. نه بزو خونه بگم برو خیر بینیم. زنده بشی گله جان. کاش که دست ما کاری بیاره که به یک قوم خوب، به دوست خوب، به رفیق خوب، به فامیل خودم یک خدمتی بکنه. این هم 30,000 روپیه 30,000 تیار کرده. اگه میشمیریم بشمرد خلاص، اگه نمیشمیریم اینو ما بشمردم. چک کردم 30,000. سلام زیاد میرسونی برای پیار خوب. خوبه چشم. خب میری چای میخوردی؟ نه خدا حافظ. ماسم چای دارم کجا بری؟ من دیگه چرا شما این کار کردین؟ چه کار کردم زن؟ ما کلوم نشد بیام بگم شما باید اینو کنید از کی نیستونید؟ این خراس میگی زن. منتها ای هم همه دست خودتونه. چرا دست ما باشه؟ شما پول داریم دست منه. دیگه هم برو 7-8 خور با خونین رو پرتو بدی. اینا خلاص پر رو شدم میام اینجا هم مستکم هم برات پول قرض میایم. خلاص شد دیگه. از این به بعد عادت کردم. یک روبانی مریضی، یک روبانی فلانی میام من میگی خلاص به مگن 30,000 20,000 برنو به قرض بدم. بابا دست خود بدم با پا هم بدم. باز از کی مستورم بزن؟ راست میگید من با خدا نمیفکرم کنید چی رقم کنید. اینا همه دستتونه. اگه 7-8 نری خور به اونجی پرتو ندی هنی اونا پر رو نمیشن برات پول نمیایم اینجا. هنی 30,000 رو بدادم برای اینا. از کجا از اونا بستورم این پوله؟ خب من چی بگم؟ من کمی دارم. اگه تو نری خور اونجی پرتو ندی 7-8 نسته که چرا اینا ده پر روشن میری برو هر یک ماه یک چاشته برو بس تگه میگه بس بیا و خونه خوب بیا. دیگه به خدا اگه شما میگم نمیرم. اینا مخته میشن. از این به بعد مدام میان برات پول. من خب کمروی مجبورم برای اینا پول بدم باز از کی بستونم. حال شرایطی هست که کسی به قرض هم نمیده. نه حتمی یا صاحب سرای یا همسایه که کار داره. وقتی برسه که بابا کی نداره سرا وقتی وای 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 به چی بدبختی افتاده. خیر باش شکر دارم. بابا گیله که بگو بیا به سرا بیا. بگو همینجا گایم. آقام همینجا گایم. بگو بیا. خدایا شکر که صاحب سرا نبود. کال باز گندگی میکرد بدم سرا. بیابی میکرد. دیروز که همسایه را هم سر مجمع. یا الله. شتنگی گیلک جان. پای بخیری. چیگا پایت یا راسی. جانجور سلامتی. بخیری. شتنه. شکر را. سلامت باشی میتونی چرت میزنیم. چرت نزنم چه کار کنم؟ تو با ما بگو. دیروز صاحب سرا بیا آمده به در سرا قال مقال به هوا کرده که تمام همی همسایه به در شده که چی گفته. دو برج از کرا سرا قرض دار. 4-5 هزار روپیه عمال پول برق آماده. به سر کار میرم کار نیه. همین فکر میکنم غرقم که چه کار کنم.
قوم خیش اعمال نیه که برای از بزوی بگی مثلا به ما یک چهاربی به قرض بده میفهمه که بیکارم نمیده همین دل من تکه تکه رو بچه شما همین دلچینی بیامده به سلام کمی میمون مانع بدین بله برفته به سنگ بزده جوجه مرغ همسایه جوجه مرغ همسایه بزده به سنگ انال مرغ بکشته این تلفک با بیامده اینجا همسایه قالمقال که از مرتکه کی بود بچگه کی بود زنکه که ست تا بیامدن که سنگ بزده خوب شده به جون همه جوجه ها نخورده ما گفتم خیلی اونا میمونا بودم 6-7 شب اینجا بیامده بیدم به اختلاط کرده انا قوما ما بودم نه میگشته قوما داره که 6-7 شب میان اینجا خورد طلب میکنه اما چون ما گفتم بعد ما گپ نده بعده انا یکی اما چون می کلوچال مرد بردشتی بیدک چه کار کردی بود جوجه مرغ همسایه دلچینی بچه ما بزده بکشته کلوچارم حتی یخچال بردشته بکردم خب خیره باشه پیار من به شما سلام میگفتم بعد از سلام من گفتم منمی خدا و از بلگ سبز توفی درویش همین 30,000 پوله اینا گفتم شما مشکلات زیاد داریم اینا رو نمی خوب خرج کنیم به هر وقت خدا به شما داد بده پیار شما اینا رو به من کردن این تا من از مرگ نجات دادی از مرگ چرا که هر دم میامد سر صدا میکرد بدم همی سر رو ابروریزی میکرد پول برق بیامده بود کی؟ همی صاحب سرامو پول برق بیامده بود من بترسیدم گفتم همی میتر همی مرتکرم خواه بردم خیر بینیم یک جان تشکر سلام بگیم برای بیار خب بگیم خیر بینیم دلچینی برو سک بابا مادر تو خیر بیا بیدار یک دفعه صدا کن بده یک گپ تعجب آوره برای تو میگم چی گپ؟ گیلک امروز بیامد 30,000 پول بیاورد برای ما داد 30,000 پول؟ بله یک چیز دیگه برای تو میگم و خونه همه خو هوش کنی که دیگه نری ولی با 6-7 شب اینجا بستکی گوش کرد به خاطر ازی که باز اینا پولا خور طلب میکنم اینا خب ما بخشش نکرده به قرض داده بفهمیدی باز اگر تور بدیدم که اینجا 4 شب 5 شب بستدی باز پیدا میشن که بیاین قرضا مال بدیم اگر هر دمی هم که با خونه ما آماده باز وقت ما خورد چپ میدم کمر نبینم انال من میرم چیزی که با خونه کم داری به ما بگو که ما برام بستانم هیچ چی نداریم با خونه دیگه بخزیم بریم چیزی بیزی بستانیم من میرم برای اینجا هم میستانم روغن هم میستانم سودام که با کارم میستانم برای خدا حافظ بدم